سلام، حالتون چطوره؟ توی اسپانیا، تو شهر پورتوریکو، یکی از مخاطبین تیک تاک به اسم دنفسکین این ویدیو رو منتشر میکنه توی تیک تاک با ابزارهایی که داره. این باغبونه بیچاره هر شب واسه خودش میره برای بریدن درخت‌ها و یه صداهای عجیب و غریبی میشنوه که تا حالا نشنیده بود. بذار براتون بذارم و بشنوید. خب صدا رو قشنگ شنیدین؟ حتما شما هم فکر میکنید که این صدای گرگ آلفاست، ولی من میگم نه، این صدای گرگ آلفا نبوده، صدای چوپا کابرا بوده، یه موجود افسانه‌ای که میتونه همه چیزو از دور بو کنه وقتی که احساس خطر کنه چشماش قرمز میشه و اون موجودی رو که دوست داشته باشه به راحتی نزدیک خودش میکنه و میتونه با اون ارتباط برقرار کنه. دوست داشته باشه میکشه، دوستش نداشته باشه میتونه طلسمش کنه و تا آخر اونو در اختیار خودش داشته باشه. اسمشو به یاد داشته باشید، چوپا کابرا. اگه دوست داشتین سابسکرایب کنید کانال ما رو تا ویدیوهای ترسناک بیشتری براتون بذاریم. دنفسکین بیچاره هیچ وقت به اون جنگل دیگه بر نمیگرده. خداحافظ.